ما عبدالصمد است. از ولسوالی فیروزنقشی رسیدیم ولایت سمنگان. اول ترین ایره زمینش از کاواتور کردیم. خب بعد از کاواتور زمین از ایره تخ کردیم. این زمینی که تخ کردیم باز ایره رجع کشی میکنیم و باز شروع میکنیم به انگور کاریدن. درست؟ ایره با طبقی که خودی ما میفهمیم در کارش و در سوریش یعنی کاری دهیم تربیت کردیم همینطور خامه جور کردیم انگور رو به حاصل رساندیم. این وقت میوه کده میوهش هم شما با چشم میبینید. دو قسم انگور کاری دهیم. اینی است و طایفی است. طایفی و خوب حاصل میکنه. وقتی که تاغرم یک بلیسیته بدی اول را سرفر زدیم. دیگه دوا زدیم. مقصد با تیم برابره. تنها فرق به این آمده که دایراخونه آبش کم شده. تنها کوبه میزنه مردم چپ گرما میکنه آب میکشه که مقصد کشتم نسوزه از بین نروه. این مقدار مفاتا داره. امسال ولی بازارش تاول نرخ نوایش هم معلوم نیست. بازار پاکستان هم تاول نرفته و در بازار چیزم در سنبله بخیر در بازار میبره. این انگور اگر باغبانی فهمیده باشه تا 40 سال دوام میکنه. 40 سال یک کنده دوام میکنه. مگم بچگیری داره دقت. اسمم بشیر احمد از ولسوالی وقت بندر امای باشم. فعلا اینجا مسئول باغ دکتر توخی هستم. علمی باغبانی ده سری باغبانی ده مسئول هستم. یک جریب زمین 400 دانه نیال کار کشته میشه. 1 متر فاصله شد. خب یک جریب دیگه 1 متر فاصله میکنه. اگر بکنه اگر نکنه دیگه توکل به خدا و کشت و کار جانب خداوند است. اگر امکانات باشه و کار شوه سر زمان شو یک جریب دیگه 1 متر فاصله میکنه. یک انگور خراب شد دوام میدیم و مشکک یا مثلا حسابی بینو در ترخیصی کام نخ نمیکنه. مسئله انگور علمی فعلا ما 17 جریب زمین داریم. یک کشتی به حساب باغ دکتر توخی است. دیگه مردمان هم تو جور کردن کشتار هر طرف جور حاصلش خوبه ولی